سلام خدمت شما عزیزایی که همین اکنون برنامه مرا از هر گوشه و کنار دنیا که تماشا میکنین. شما را خوش آمدید میگم به برنامه ما. امیدوار هستم جور و صحتمند و سلامت باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. دوستای عزیز، همچنان کنار فامیلایتان روزهایتان به خوشی سپری کنین. امروز برنامه ما از این قرار است که یکی از دوستای ما خانهش تفلک پیدا شده، میریم بخیر به دیدن از او. البته تازه هم نیسته، تقریبا 1-2 ماه 3 ماه هسته دیگه. نمو اول نرفتیم، وقتی که تازه تولد شده بود گفتم تناست اینجا، تنها دستی است، مزاحمت نکردم، مزاحمشان نشدیم. خواستیم حداقل یک کم جان بگیره و کلانتر شوه، بریم بخیر به دیدنش. حالا دیگه تقریبا 3 ماه شده به نظرم. امروز دیگه بالاخره تصمیم گرفتیم بخیر طرف از اونا حرکت کنیم. خانهشان هم البته تورنتوسته، 2 ساعت تقریبا 2 ساعت 1.5 ساعت راه است بر ما. میریم بخیر با هم یک جای تفلک هم میبینیم. اگر اجازه شان بود ویدیو یا تصویر میگیریم، نباشه هم دیگه تا همونجا را شما همراهی کنین مرا. البته از این که تنها دست هستم و طفلایم هسته، مصروف کار خانه بودم، پیشتر نتونستم که برم برشان توفه بگیرم. حالا با هم یک جای میریم، توفه برشان میگیرم. خانهشان هم نو است، تازه، البته تقریبا شاید 1 سال یا 2 سال شده آمدن دیگه. تا هنوز خانهشان نرفتیم، به خاطر تبریکی خانهشان هم یگان چیز میگیرم، برای تفلکشان هم یگان چیز میگیرم. با هم یک جای میریم دوستای عزیز، مرا تنها نمانین تا ای که من میرم بخیر یگان چیز برشان میگیرم. شما چی میکنین؟ چینل سابسکرایب، لایک، شیر کنین و یک کت میگیرم دم اینجا تا اکتای جانم میگیرم، اولادا آماده میشن بخیر میریم و شما هم همراهی کنین. میریم با هم یک جای، من هم ندیدم شما هم ندیدین، یک جای میریم بخیر اونا را میبینیم. دوستای عزیز، بایکک اکتای جانم آماده است، اوشا گرفتم و سریلاک و شیروی گپایش است دیگه. دخترام آماده شدن، اونا پیشتر بر آمدن. تنها اکتای جان است که او را میگیرم ما بخیر، با هم یک جای میریم.
دوستای عزیز، ما هم بخیر بعد از 1.5 ساعت سفر رسیدیم نزدیکی خانه همو دوست ما و این هم توفه هایی است که در تصویر میبینین برای همون نوزاد گرفتم. متاسفانه نتانستم از داخل مارکت یا از امو جایی که لباس ها را گرفتم براتان تصویر بگیرم، چون بسیار به عجله بودم و یک کم ناوقت شده بود برای ما. بسیار به تیزی گرفتم و بعدا وقتی که نزدیکی خانه رسیدیم دمونجا دمو قطیگکایی که به قسمت توفه جا به جای میکنن دمونجا چیزایی که گرفته بودم ماندم و در خلطه گرفتیم. همچنان یک جور دیش ناسوز به خاطر توفه خانهشان، چون خانهشان هم نرفته بودیم از همون خاطر گرفتم. و دیگه ای هم بچگه کمو دوست ماست که در پایین منتظر ما بود، حالا ما را امرایی میکنه و خانهش میبره بخیر و شما هم امرایی کنین و امرای ما باشین، ببینیم با هم یک جای خانه دوست ما بریم بخیر. این دوستای عزیز بخیر با شما یک جای داخل خانه شدیم. قسمی که در تصویر میبینین دوست عزیزم بسیار به زحمت شده و بر ما چای تیار کرده بود و با هم شیشتیم، چای نوش جان کردیم، قصه کردیم و خیلی ساعت ما تیر شد دوستای عزیز. و من باز هم از طریق می برنامه بسیار زیاد تشکری میکنم که چون تفلک خوردم داشت بازم به زحمت شده بود. تفلک هم همینجا است دوستای عزیز، اما تفلکی که ما به خاطر دیدنش آمدیم اینمی تفلک است دیگه. نام خدا به نظرم 3 ماه شده. بسیار تفلک آرام و بی‌ضرر بوده و گریان هم نمیکرده. جهان جانم زیاد خوشش آمد. تا وقتی که خانه می آمدیم پیشش شیشته بود. اکتای جان همچنان امرایش خوب ساتیری کرد و در پیشش شیشته بود. بسیار خوششان آمد از تفلک. دوستای عزیز بعد از اینکه چای نوش جان کردیم چند تصویر از گل‌های مقبول که در خانه‌شان داشتن، البته گل‌های تازه و همچنان از خانه‌شان یکم تصویر گرفتم براتان و حالم نان آماده شد که بر ما نان آماده کرده بوده. بسیار به زحمت شده بوده. از اینجا هم تشکری میکنم و هم معذرت خواهی میکنم که ما سبب شده اینقدر به زحمت شد. منتو، قابلی و سلات، چپس، همچنان داشی و فرینی هم تیار کرده بوده، یعنی بسیار آمادگی زیاد گرفته بوده به خاطر ما. بسیار زیاد تشکر و همچنان بسیار زیاد مزه‌دار بود. با هم یک جا شیشتیم و نوش جان کردیم، خوردیم، بسیار مزه‌دار بود همه چیز. دیگه بر شما همچنان تصویر گرفتم از سر دسترخوان و بعد از اینکه نان نوش جان کردیم بعداً باز هم قصه های خود ادامه دادیم و قصه کردیم، شیشتیم. طفلا هم با هم چند دقیقه ساتیری کردن و بازی کردن. بعداً طرف های شام بود که به خیر طرف خانه حرکت کردیم.
مجدد دوستای عزیز دوباره خوش آمدین. البته برنامه هم به آخر رسید. ممنون از اینکه بدون خسته شدن برنامه مرا تماشا میکنین. خدا کنه از اول تا آخر دیده باشین و لذت برده باشین. دوستای بسیار عزیز ما بود، بسیار دوستای خوب ما بود. دیگه رفتیم شیشتیم، بسیار نانای مزه‌دار و خوبش پخته کرده بودن. خوردیم و قصه کردیم. طفلار هم ساعتشان تیر شدن، ساتیری کردن. دیگه ما هم قصه کردیم از افغانستان، از دوستای ما. بسیار ساعت ما تیر شد، یعنی ناوقت شب هم شد. البته ساعت هم همیال 8:30 است. تا بخیر در خانه میرسیم. ساعت شاید ساعت 2:30 شود. شما هم دعا کنین که بخیر برسیم. دیگه چند تصویر از راه میگیرم. دیگه چی میگن؟ شما هم همچنان لایک و سابسکرایب و شیرتان داشته باشین. دیگه طفلام همینجا شیشتن، زیاد ساتیری کردن و شوخی کردن، بده و خسته شدن. همینجا دیگه خدا انداختن. بخیر خدا کنه در خانه بخیر برسیم. دعا کنین شما و نظریاتتان همچنان در کومنت ها بنویسین که برنامه چی رقم بود، خوشتان آمد یا نامد. همچنان ما برشان یک توفه ناچیز آورده بودیم و اونا همچنان بر ما، بر اکتای جان، یک توفه بسیار مقبول دادن که بر شما حتما نشان میدم. دیگه تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می سپارم. وقتتان خوش. برنامه را تا آخر ببینین بخیر. از راه هم یک چند تصویر می داشته باشم و بعدا شما را به خداوند یکتا می سپارم. تا برنامه بعدی خداوند یار و مددگارتان. عزیزای دل، بعد از اینکه با شما خداحافظی کردم، دیدم هوای بیرون بسیار مقبول شده بود. هوا تاریک بود و همه جای چراغان بود. بسیار خوشم آمد. به همین دلیل خواستم شما هم ببینین و شما هم چند تصویر گرفتم.